تراریا سیدای مخفی زیادی داره که توی این ویدیو 3 تاشو بهت میگم. سید اول Not the Beast. تو این سید همه چی زنبوریه. هر جا که برین اسپانر ملک زنبور رو میبینید و همه جا میتونید اسپانش کنید. همه جا منظورم سطح زمین، توی غار، تو ساحل، بغل شیمر، کف اقیانوس و حتی توی جهنم. اگه دنبال لوتای ملک زنبور یا حال نداری تو مپ کلاسیک خودت دنبال کندو بگردی، میتونی از این سید استفاده کنی. سید دوم فورد ورثی. اگه حالت مپ رو مستر بذاریم و این سیدو بزنیم، مپمون وارد حالت لژندری میشه. این حالت از مستر مود خیلی سخت‌تره. بانیا منفجر میشن و وانشاتت میکنن. انمیای معمولی هم دمیج خیلی زیادی بهت میدن. اگه پرویی و چالش میخوای، این سیدو امتحان کن. سید سوم Don't Dig Up. تو این سید شما توی جهنم اسپان میشید و باید با همون لوازم ساده برید روی سطح زمین و بعدش بازی رو تموم کنید. اگه تراریا رو تموم کردی و دنبال یه تجربه جدید از این بازی، این سیدو امتحان کن.